شب 28 به 29 январ سال 2023 به کارخانه‌های حربی ایران در گوشه‌های گوناگون این کشور یک سلسله حمله‌ها صورت گرفته است. بنا به اطلاع خبرگزاری دولتی ایرنا، در شهر شهید سلیمی در استان آذربایجان شرقی یک کارخانه بزرگ استحصال روغن ماشین آتش گرفته. همچنین در یک پایگاه هوایی در شهر دزوال استان خوزستان در غرب ایران ترکش رخ داده. در شهرهای همدان در غرب ایران و رشت در شمال این کشور نیز ترکش‌ها و سوختارها رخ دادند. درباره حمله‌ها به انبار مهمات جنگی در شهر مولارد در استان البرز و به یک کارخانه کارکرد نفت در تبریز، بزرگترین شهر غربی ایران نیز گزارش‌ها به دست رسیده. تلویزیون دولتی ایران از محل سوختار در تبریز نوارها هم نشر کرد. به گفته ساکنان، صدای ترکش در پایتخت ایران شهر تهران نیز شنیده میشد. ساکنان میگویند در تهران بناهای اداره‌های دولتی مورد حمله قرار گرفتند و برای مقابله با این حمله‌ها هواپیماهای جنگی در آسمان تهران به پرواز درآورده شدند. اما بنا به خبرها اولین شده شب 28 به 29 январ یک کارخانه حربی در شهر اصفهان در قسمت مرکزی ایران دچار حمله شده است. وزارت مدافع ایران دچار حمله هواپیماهای بی‌سرنشین شدن یکی از کارخانه‌های حربی واقع در اصفهان را تصدیق کرد، ولی آنها این حمله را ناکام نامیده و گفتند که حمله ها آسیب به فعالیت کارخانه نرسانیده، تلفات جانی نیز نداشتند. شب 28 январ تقریبا ساعت 23:30 یک حمله ناکام با استفاده از درون‌های خرد بالای یکی از مرکز وزارت دفاع صورت گرفت. یکی از پهپادها را شبکه‌های ضد هوایی سقوط دادند، دوی دیگر به دام‌های دفاعی افتاده ترکیدند. نقل قول کرده است خبرگزاری دولتی ایرنا. بنا به این منبع بر اثر حمله پهپادها تن و بام یکی از کارگاه‌های کارخانه حربی اصفهان تخریب شده. خسارات از این جدی‌تر به بار نیاورده است، ولی مقامات نظامی ایران نگفتند که پهپادهای در سلسله حمله‌های شب 28 به 29 январ بالای تأسیسات حربی این کشور استفاده شده به کی تعلق دارند.